یاسین نعمتوف دو کار جایزه‌دار جام جودوی آسیا بین نورسان، غالب دو مسابقه با نفوذ بین‌المللی در یونان و تایلند و برنده دو مدال برنجی مسابقات جودو بین کشورهای عربی در مکه مکرمه و غالب 10 مسابقه در کشورهای امارات میباشد. همین پهلوان یاسین نعمتوف پرچم‌وردان وطن عزیزمون معامله تقدیر با کسلی سرطان لیفیوز گرفتار شده است. حال خانواده‌اش خیلی تبابت کردن، لیکن مبلغ زیاد داد کردن. از ما خواهش کردم و تمام مردم تاجیکستان و بیرون از آن مراجعت کنیم که تا همین کمی هم باشد به این برادر ما کمک خود را برسانم. رقم کارت بیربانکشون 42 76 4001 2700 76 99. از همه شما خواهش میکنم اگر کمی هم که باشد کمک خود را برسانیم. باقی خداوند همه شما را نگهدار باشه.